کعبه یا مسجد الحرام برای مسلمانان مکانی مقدس است. این مکان مقدس در دل هر یک مؤمن موقعی بلند را اشغال می کند. این قبله مسلمانان است که مسلمانان تا روز قیامت روی به طرف این خانه می کنند و نماز می خوانند. کعبه اولین خانه است که در روی زمین ساخته شده است. حضرت ابراهیم علیه السلام و پسرش اسماعیل علیه السلام کعبه را بنا کردند. و اما ویران کردن خانه کعبه و اینکه خراب کردن خانه کعبه یکی از نشانه های روز قیامت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما در این باره نقل کرده است. در حدیث های صحیح آمده است که این کار را یک مرد زشت از حبشستان انجام می دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود کعبه را مرد از حبشستان که پایهای کوتاه و باریک دارد ویران می کند. اینچنین در حدیث ها پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را که کعبه را ویران می کند همچون مردی بیموی که موی در سرش نیست، بغم‌های کج و پایهای لاغر کوتاه دارد تصویر می کند. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کعبه را یک مردی که پایهای کوتاه و باریک دارد و او از حبشستان یعنی افیوپی امروز است ویران می کند و وی جواهرات او را غارت می کند و با گرفتن پرده دیوارهای خانه کعبه را فاش می کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود گویا من او را می بینم که خشت‌های آن خانه را می کند. امام ابن حجر عسقلانی رحمه الله در کتاب خود فتح الباری در این باره چنین می نویسد این حادثه در آخر زمان یعنی در نزدیکی قیامت به وقوع می پیوندد. زمانی که در روی زمین دیگر شخصی موحد نیست، یعنی در روی زمین توحید نیست و یگان شخصی نیست که الله بگوید. طوری که در کتاب صحیح مسلم از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود قیامت برپا نمی شود تا زمانی که در روی زمین شخص پیدا نشود که الله بگوید. یعنی قیامت زمان پیدا می شود که دیگر در روی زمین شخص پیدا نمی شود که الله بگوید و اینکه به قول دیگر شخص موحد در روی زمین پیدا نمی شود. برادران و خواهران عزیز، اگر این ویدیو برای شما مفید بود و از این ویدیو یک فایده بردید پس این ویدیو را لایک گذارید و با دیگران روان کنید و حتما دعا را در حق ما فراموش نسازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.